براتون کافی است. باز از اون طرف میتونین یک بگ دیگه اضافه کنیدش. درست؟ این سایزی که ما براتون میگم این سایز خوب است. اما از هم یک سایز دیگه هم کلانتر میتونین بگیرین، اما زیاد کلان از طرف نگیرین. برزی که ما براتون میگم چرا ضرورت ندارین زیاد، فقط لباس های ضروریتون برین دیگه، همه چیزای دیگه که هست در خود اونجا هست. ضرورت شد میگیرین. از این طرف خود خسته نسازین. باز از این طرف که پس تشریف میارین راه دارن 70 ریال که در حدود به حساب $15 میشه یا $17. شما میتونید یک دونه بک خوب، یک بکس کلان بگیرین، یک سوتکیس کلان، تمام چیزایتان که سوغات میگیرین، جای نماز میگیرین، هر چی میگیرین میتونید او پارتین پس بیارین. از این طرف شما خود زیاد بکس نبرین. دیگه اگر میخواین 2 دونه بکس حق دارین، قراره که گفته میشه سایز الاود اینساید کابین براتون گفتم که ده احرامتان درونش میباشه. کسایی که هست بر خوراهای ما یک دست اضافی کالایی که میپوشین، این کالای شما میتونه احرام باشه، سرایتان کلش پوشیده میباشه. طبعا شرایط احرام ما براتون باز تشریح میکنیم و این میره که شما بپوشین که دمی لباس رنگی که از درون سفید باشه. این بسیار تکرار کردیم. سفید در اونجا مهم است، خصوصا در عرفات که میرین که کل یک رقم معلوم میشه و یک فلسفه داره. اما برای خوارای ما این لباسشون احرام است. از این میرین یک دست دیگه تانو میگیرین، احتیاجی درونش گفته نمیشه، تبدیل کنین لباستون دیگه. در غیر از خوبیش است که ما شما در دیگه جای توقف نداریم. از لاس آنجلس تا تهران بالا شدین، استاپ دیگه تان در خود جده است. این حال بسیاری کسا فکر میکنه که من این کالا را پوشیدم اجازه ندارم که تبدیل کنم. نه، شما لباستون مثلا حرق میکنین یا خوشتان نمیخواین تبدیل کنین، اجازه را دارین. میره کسی به حساب آصف جان سلام علیکم. الحمدلله ما در ورکشاپ هستیم. میاره اگر همشیره ما رو بیارید، روزم دیر نیست دیگه اینجا هستم. بسیار عفو میکنم. قصه در کجا بود؟ فقط برای مردا کس احرام ما آوردیم اینجا، چند دانه براتون میدم، یک دانه و شما در طیاره و حساب احرامتان بسته میکنین برای برادرای ما کسایی که ما میرن و در طیاره ما شما بسته میکنین احرام خدا و تا بسیاری وقتا مجبور هم نیستین بسته کنین. برای اینکه نزدیک میقات که رسیدین 1 ساعت 2 ساعت پیش براتون اعلان میکنه که ما 1 ساعت پیش به میقات نزدیک میشیم. شما پیش از اینکه به میقات نزدیک میشین احرامتون رو میپوشین، چون طیاره سعودی است. الحمدلله تمام کسایی که میره حج میره، کس دیگه نیست سایل ما شما را کنه که چی رنگ است چی رنگ است. کل ده کشتی استیم، کل به یک هدف میره بر حج میره. درست؟ یا اگر جدا میره بر حج نمیره، داخل میفهمه که یا بر چی میره. صحیح است؟ نه این قسمت نه تشویش ندارین. شما در هتل کسایی که هستین یک جای میشین که ما لباسایتون از هتل میپوشین و کسای خانمای دیگه که از بیرون میان، اما در خود تشناب طیاره با حساب داخل طیاره میتونین. بله. لاس آنجلس در هتل لاس آنجلس باید خانم‌ها را مخالفت کنه یا در هتل در جده؟ اینمی گپ ما می است. در خود لاس آنجلس از هتل که میبرین براتون امی لباستان مثلا مثال بده هر کدام تا نمیار داخل احرام هستین تقریبا. برای کدام شرایط خاص دیگه نداره. منتها روی باید سر باید موی دیده نشه. درست؟ روی به حساب دستا و پایا. اینمی حجاب شرعی همیست و به حساب قسم باشه که کمک ور لوس باشه کالا بس خلاص. یعنی که جین یا بسیاری کسا که میپوشن اون حساب نمیشه. لباس نرمال بفرمایید. این احرامی که از اینجا از لاس آنجلس بسته میکنیم این خب برای عمره نمیباشه حساب. نه خب برای 16 سال ما در طیاره میباشیم. ببینید نه سوال ما می است. نه اینا غسل نمیکنن پیش از رکعت نماز نمیخوانند باید لاس آنجلس خون. بسیار سوال خوب. متوجه شدین سوال خوب همشیره ما رو؟ گفتی احرام که مثلا از لاس آنجلس بسته میکنیم می برای عمره است یا نه؟ سوال دیگه است. ایناله ببینید چایس خانم‌ها که برد داخل طیاره لباس خود تبدیل کنن بسیار کم است. یک تشناب است. متوجه است؟ برای مردا آسان است. یک بغل میرن یک شیر رقمی کالای خودت میگیرن بسته میکنن احرام خود. برای مردا آسان تر. ایناله برای شما اینی لباستان است. از همینجا که میپوشین چون شما نزدیک میقات اگر میتونین که در طیاره لباستان چنج کنین که مشکل نداره. چون شما وقتی که به جده پایان میشه در میدان شما وقت میقات تیر شدید. و شما نمیتونین در اونجا به حساب چی کنین. میتونین چنج کنین لباستان. در جده مثلا میتونین لباستان تبدیل کنین. اینو میتونین. مثلا پیش زی عمره را ادا کنین لباستان میتونین شاور بگیرین، میتونین لباستان تبدیل کنین. متوجه شدین؟ یعنی لباستان لباسی که کش طواف اگه میخواین نکنین نبرین. در اونجا که رفتین لباستان چنج کنین.
اما لباستان لباس احرام باشه. یعنی همین لباس رو بپوشین که فکر کنین همین حالکش طواف میکنین، اما این که تغییر میتین تبدیل میکنین این حق داره. مثلا فهمیدین؟ حتی شاور گرفته میتونین، منتها وقتی که آدم احرام میپوشه خوشبویی و بعضی چیزایی که هست که سرش صحبت میکنین وارد که استفاده میکنین، باز دوباره این استفاده کرده که نمیتونین، که مثلا بعضی چیزایی است که بازی کلش براتون تشریح میکنه پیش از وقت است. سوالتون جواب دادم؟ بله آمی فنور باز کسایی که میان از مثلا همچنین ما تلفن کرده بود از سیاتل اینجا میرسن امروزه میرسن، اینا باید از ایران خدا یا 1 ساعت پیش از میدان میرسن یا 2 ساعت پیش، اینا لیبر از اینا گفته شود که امو خوشبویی یا چیزایی که استفاده میکنن نکنن، امو غسلی که به اصطلاح برای عمره میکنن امو را از خانه خود خیلی کنن. بسیار سوال خوب است. گپ درست. متوجه شدین نویا جان؟ بسیار یک پوینت خوب اشاره کردن. شما از خانه که میبرین یا شما از هتل که میبرین، نمونجا شما به حساب نیت نمیکنین، اما آمادگیش دارین چون چانس غسل برای شما دیگه نیست. اما اگه به حالت غسل هستین و شما نیت ها میکنین داخل طیاره پیش از اینکه میقات داخل شود، اینا لباس در اونجا میرین میگین والا لباس های ما خاک پر شد، عرق پر شد، شما میتونین این لباس رو تغییر. پوینت می است. اما از اینجا راست میگین. و این ما که از وقت گپ میزنم. نال سودکیسه که میبرین چیزای اسکور تا سودی دیگه دیده نمیتونین، اما این که تان است چیزای ضروری تان داشت می باشه. اونموز که شما یک دسته احرام چیتان یا لباس تان که به حساب تکمیل است می باشه، حداقل 1 یا 2 که جای نمی دیگه چیز کارم ندارین. دیگه چیزای خردریزه مهم نیست، اون لباس تان مهم است. و این چیزا که از اون طرف رو به سرش گپ زدین. سر خود لگیج گپ زدین، الاونسش 2 دانه است. 50 پوند شما حق دارین. 50 پوند از این طرف، 50 پوند از اون طرف. در حدود 23 کیلوگرم میشه. 23 کیلوگرم مثلا بسیار زیاد است. بگ باکس مشکل است شما 50 پوند بانید. غیر بسیار گرنگ باشه. بله. از دستی که در طیاره میبرین از 15 پوند زیاد نمیتونید. چا؟ دستی که در مایبان طیاره میری از 15 دستی رو پوند. میگه. دستی را خواه میآید. دستی میآید بله. دستی 15 این- پوند است و 50 پوند. بسیار خوب. این میره ما نشته کردیم براتون در دیگهش دستی میآید. خب صحیح است. این همون بگ کلان سرش گپ میزنیم. این فهمیده شد 23 کیلوگرم یا 50 پوند است که میتونین در 2 تا بکس تقسیم کنین یا در 1 بکس. اما معمولا 1 بکس بسیار زیاد میشه از خاطر سیفتی و که کسایی که عملی طیاره است کار میکنن کوشش میکنن با 2 تا بفرمایید. یادی که گفتین 2 تا بگ میتونین چکین کنین نه؟ چکن کنین بله. سوال چی است؟ وقتی که از اینجا میرین در طیاره لوکال شما به حساب 1 دانه بکس حق دارین. من فکر میکنم یکی خیره میتونین برده بکس خورده، اما بکس دیگر را فکر میکنم که چکنش گفته فری اما نمیفهم. بله 1 تا چکن. این 1 دانه بکس شما حق دارین. مثلا این بکسی که ما براتون گفتم از این خاطر اگر از اینجا شما 2 دانه میبرین اینجا پیسه دیگه اضافی میدین. اما از این خاطر میگم به 1 بکس قناعت کنین، ان شاء الله کل چیزای دیگه تون از اینجا بخرین. اگر بازم اختیار به دست خود باشه. بفرمایید. آیستا وقتی که لس آنجلس بکسا را پس ما تسلیم میشن از میدان لس آنجلس یا دایرکت ترانسفر میشه داخل عربستان؟ خودش وقتی که شما این طیاره که 2 طیاره هیچ کدام ارتباط نداره. این سفرتان که میرین لس آنجلس که در سفر عربستان تان هیچ رابطه نداره. خب شما از اونجا از هتل میین تازه چکن میین. خب این چیزایی است که کسایی که مثلا در مسائل سکیوریتی سفر زیاد کردین خب بازم خوب است. کسایی که پیس میکر دارن به حساب پیس میکر دارن بر قلب خود، کسایی که دندان ساختگی دارن، کسایی که چیزایی در داخل وجودشان است مثلا برای کلش باید از دکتر خود شما خط بگیرین که بر شما جنجال پیش نشه. بسیار ساده و د افسر نشان میدین که من این تکلیف دارم، ولی شما که از گیت تیر میشین اتومات صدا میکنه براتون جنجال خلق میکنه تلاشی. فهمیدین؟ Brother, you know what I'm talking about, right? My wife was explaining it to me. She was explaining it to me right now. Okay, good. Okay, good. Yeah, it's pretty simple. Plus, you have done trips before, you know what to do. در این قسمت کدام سوال نیست، ساده است. بیزار پیش بریم که وقت ما تنگ است. دکتر سوار شدم دراست. باقی جایی که براتون گفتم تقریبا اینی رقم معلوم میشه. یکیش براتون نشان دادم، دیگه‌ایشون اون باگ خودم بود، کلانش اینطور است. و معمولا باقی جایی که انتخاب میکنید سوتکیس‌ها رو انتخاب میکنید تایر داشته باشه، براتون کار آسان میشه. هم به حساب این طرف و طرف میبرین براتون مشکل نمی باشه.
و آسان چی میشه و زیادتر تکه‌ای باشه گوش کنین فایبر گلاس یا کس پلاستیکی ها رو نگیرین چون بکس های شما لود داده میشه انداخته میشه با میلیون بکس می فکر کنین دیگه کس دلسوزی با حال بکس هایتان نمیکنه و گوش کنین بکس هایتان رنگا رو انتخاب کنین که آسان از دیگه فرق شه از دیگه بکس ها بعضی کس ها مثلا بعضی چیزا رو میزنن در دستش یا اما رنگای شوخ باشه رنگای باشه که نمیفهم دیگه یک کمک کار سیاه و سرمایی کلگی داره یک رنگ باشه که از دور بگین بکس ما آمد وقت رو کمتر میگیره و به هر حالت هم خوب است در سفر که میرین حالا ماشاءالله نیست این مسئله بکس زیاد سرش نمیپیچیم سر خود چامونو گفتیم براتون مسئله این قسمت سایزش گفته پشت ازش نگردین اونم چیزی که من نشان دادم درست حالا بگیرین میتر بگیرین متر کنین که چند سانتی سه چیزا فکرتون خراب نکنین اونم دو دانه بکس بگیرین سه دانه از این طرف سه دانه از اون طرف این 3-1 که است قانون است که در ایرپورت سکیوریتی که شما میرین و چی میخوای از پیشتون براتون سایز داده اینجا از این سایز باید چی نشه کلان نشه سایزهای کسی من مثالشون براتون آورده میشه مثلا اگه شما اینی سانیتایزر است که دستایتان باز کدش میشین من پس آن براتون میگم یا این یک کریم دندان است این هر چیزی که دارین اینمی سایزها اگه دیده باشین در والمارت مخصوصا یک سکشن داره کل چیزای خرد است یا شما میتونین نمی خود کریانتون داخل بکستان چیز نمیگه از اینکه کلان شد با داخل تایره نمیمون در زیر در بکس کلانتان باید بانید متوجه شدین چیزای خرد میمونن این بینی سایز که شد این رو ما قصدن آوردم اگه این باشه این نمیمونه من اندازه گاربیج میکنم درست شما شامپو یا که میگیرین متوجه باشین که از این در تایره سوار میشین در تایره شما دیگه کار ندارین اون میرین جده در جده بیا بکستان می پس پیشتان می درست است دیگه اگر میخوایم احتیاطی پیشتان باشه چیزای خرد ریزه رو بارین نموجم بدرتان میخوره باز خصوصا که شما میرین و مینا ور 4 روز ما شما اونجا در کمپا می باشین این چیزا که ساده باشه یک هفته تان میشن این چیزا که استفاده کنید صحیح است اینا اونجا که شما چیزای اینمی چیزا کلش در خلطه پلاستیک زپلاک میمونین مثل زور اونو زپلاک است در زپلاک کلش هم میمونین و سرش بسته میکنین از سکیوریتی بسیار مشکل است ما به اجازه تان میایم سرش درست براتون میایم برای اینکه اگه پیش از پیش گپ بزنم باز به اون پروگرام خود پیش نمیریم عفو میخوایم میره فهمیدین درست کل چیزای خرد و ریزه دوایتان هم چیزای ضروری تان کلشه فقط این باگای زپلاک کلان کس در این بانی و از این اندازه که زیاد نباشه 3 هاونس میگنشه از 3 هاونس بله یه هند سانیتایزر که میگن الکل نداره داخلش چرا؟ الکل نداره الکل داره بله منتها این استفاده میکنن بر دست مثل که در این قسمت دیگه کدام فتوای مخصوص نیست که استفاده نکنید که الکل داشته باشه نه برای اینکه سانیتایزر است و این پسان شما زیاد کار داریم مسرش گپ میزنم و در این قسمت هیچ کس ما شما رو منع نمیکنه ان شاء الله سوال بسیار خوب با جای بله دولت ایران ما خب این دیگه 100% ضرور نیست اما وقتی که بر نمازهای پنج وقتتان میرین و سجده میکنین زمین و جای نماز کلش دو وقت بسیار ضرور است که بعد از اون دستایتان کدازی باشه برای اینکه جرم نظامی شما را میگیره و یک دفعه که آمد داخل وجودتان کل عبادت از چایکلتان خبر هم میزنن از این خود ما ماسک مثلا اینجا آوردم براتون نشان میتونم براتون دیگه این چیزای کلینیک سیاسی ها رو براتون باز میگم که چیزا مهم است. You guys need anything? Huh? There's some exhibition going on here. Actually, this is going to be over probably in another hour. This is going to be done, but I think there's an occasion after us. Oh. Yeah, yeah. دیدید که این مثالش براتون اینجا همین چیزی که من گفتم اینه ببینین این خلطه زپلاک کل چیز مانده میشه 7 در 7 نه چیزی که خلاص دوایتان بسیار ضرور است دوای پرسکرایب یک دوای است که مثلا بر اسید معده است برای کانستیپیشن یا بر قبضیت گپاست این چیزایی است که شما مثلا اینا از اینجا بگیرین خوبتر از دوای اینجا راستی چیزایش ما امتحان کردیم از اونجا اینجا بهتر است دوایش مفیدتر است گاس اکس که میگن به حساب آدم یگان دفعه ضرورت به او پیدا میکنی دوا بسیار خوب است از این تا که میتونید زیاد بگیرین مودیم که است این بسیار مفید است بسیار مؤثر است این از کل دوای دیگه به حساب برای خود اسهال که میشه آدم حساب معده آدم برهم میخوره این مودیم میره فراموش نکنین این بسیار خوب دواست و
یک دونم گاسکس بگیرین که تان به حساب این ضرور است. دیگه این نفکنای است که این بسیار خوب است. اینا فقط تر است، یک دانه استفاده میکنین. بعد از دستایتان مثل تایره یا که ما شما میریم برای ما میتر. بعد از هر دفعه که تشناب میرین یا مثلا عبادت یادتون خلاص میشه که از این دستایتان باشین پاک صفا مشکلتان حل میکنه. دوای شما که از دوایی که بر فشارتان است، بر شکر است، بر کلسترول یا خب مهم نیست. شکر مهم است که شما انسولین بعضی کسا در بین ما شما کسی خود نمیگیره انشالله. کس شکر نداره مرض شکر. اگه خفیف دارین و سوی پیچکاری میکنین شما خب خلاص دیگه شما مشکل نیست. کسایی که پیچکاری داره مهم است. در غیر از شما دوایی که یعنی دوایتان باید پیشتان باشه که نسخه‌ای که دارین برای اینکه در اونجا خدا نخواسته یک تکلیف براتون پیش میشه دکتر اونجا میگه کدام دوا را میگرفتی همین تاریخ مریضیتان پیشتان باشه این بسیار مهم است. خب بوتلایش هم که باشه از ریش نامش میتونن بفهمن اینه پس ایست او دوایتان امرایتان باشه دور دم چی که تیاره میرین دقیقتان باشه درست و دکترایتان بگین که هم دوایتان پیش که میرین دوای فشاریتان کافی بده براتون که در اونجا شما کمبود نشین. اگر یک کلمه درباره دوا و دکتر بگویم کلینیکای ازو بسیار زیاد مجهز است و بسیار فعال 24 ساعت و برای اوجاج مفت است چارج هم نداره کسی پرسانت نمیکنه انشورنس کجاست از طرف خود دولت سعودی و حساب تمام کلینیکا در خدمت ما شماست 10 دفعه هم که بری دوا میدن بستر هم شی پیسه ازت نمیگیرن از این خاطر شما اطمینان داشتن دوایش هم بسیار مفید است. همین مرض عمومی که کلاگیره میگیره که مثل فلو و گلوندردی و ریزش یا که میشه این خب یک دفعه شما را هیچ امکان نداره که یک دکه نتر و این جز عباداتتان است از داخل از نظر فیزیکی شما را پاک میکنه. خب پس من شما یک پاک میباشین الحمدلله دیگه ایره ورخطا نشین من چرا مریض شدم اگه مریض نشدین ورخطا شدین چرا من مریض نشدم یک دفعه را در گردن بگیرید دیگه از او خاطر دوایش بسیار مفید است. در کلینیک آدم میره در 5 دقیقه دکتر میبینید اینجا میرید نسخه تا میته پیسه هیچ نمیتین خلاص و دیگه هیچ کدام مشکل نیست. هر جای کلینیک دارن در خود عرفات در مینا در بغلای هتل‌ها هیچ جنجال نیست. شفاخانه‌اش بسیار مجهز است یعنی بسیار کار کردن در این قسمت. شما تصور کنید که حجاج در حدود 3 میلیون نفر داخل میشه و کلش در یک نقطه بسیار خرده که مثلا 50 مایلی اگه بگوین یا 50 کیلومتر کلش در اینجا یک جای می باشه چی رقم خداوند به حساب یک برکت و یک فضل خدا در اینجا نازل میکنه که کل گشنه کس نمیمونه تشنه نمیمونه ضرورت کل گرفت همیشه داخل کل حج میکنه. خب یک کمکی کم زیاد اما در مجموع شما در این قسمت یعنی آدم برای زیاد کردیت بده که سعودی در این قسمت واقعا یک کار بخی خارق العاده میکنن کار آسان نیست. و خود همین کعبه شریف که است همین ما ایره بر ما کسی گفت که داخل کعبه شریف که آدم در حرم شریف داخل میشه کامپیوتراست میگه که چند نفر است وقتی که زیاد شد باز از کرات دست خودم میگیرن نمیمونن دیگه نفر بیاید کراود کنترل میگن این بیروبار کنترل میکنن باز یک تعداد نفر که برآمد باز کامپیوتر اشاره میکنه که چند نفر دیگه حال میتونه این هیچ کس متوجه نمیشه. به این اندازه یا سنجش کردن پیسه مصرف کردن که ما شما بتونیم آرام حج کنیم. دعا کنین برای شما. باقی جای ما شما رو گفتیم کدام چیز بسیار مهم نیست. خب تا این قسمت آمدیم چیزایی که تان میبرین بعضی چیزایش ما نوت کردیم براتون جدا واز میگم که زیاد نشه سرتان برزی که شما از اینجا یک دونه چبلک کتان میگیرین چبلک میگیرین چبلکایی که پنجه در پنجه داخل نشه طور اثر پایتان که تیر میشه بعضی چبلکایی است که داخل پنجه کلان آدم میشه از این نگیرین چون اولا میکنه خدا نخواسته اگه یک دفعه پایتان اولا کرد او گرفت باور کنین تمام حج شما رو به حساب اونمو نارام میسازید. از اون خاطر چبلکای بگیرین که پایتان داخل میشه هم پنجایتان دش دخالت نداره. میفهمید چی میگم؟ همین دقیقه من فراموش شد براتون بیارم. بله اینی رقمیه صحیح است چبلک و خانوما که هست طبعا بوتای بسیار نرم کوری پخش داشته باشد بلند نباشه کوری بلند کار نیست اونجا بیخی فلت هم نباشه ورزی که بعضی وقتا می خود داخل آرچ پای ما شما یا قف پای ما شما که بسیار فلت هم باشه اوبار میشه نه کمک ور اسفنج باشه کمک راحت باشه اما قیمت نخرید
قیمت نخرین، اگه میخرین که تان نگاه کنینش دایم. باز ما در اونجا برکلتان از این تیار کردیم. این همی استراپ است که در داخلش مندازین. این کلتان بسیار مهم میشه. اول رنگ ازی بر ما مهم است که از روی ازی میفهمیم که شما با گروپ ما تعلق دارین. در پشت سرش نام و تلفن و کل چیز نشته است. بازیر شما دم پشتتان مندازین. این رقمی خلاص این دمی بوتکایتان هم می باشه، جیب هم داره. اون در پشت سرش هم وظیفاتی هایتان می باشه. بوتایتان امرایتان هر جایی که میرین نگم میشه، چبلکتان نیست. درست؟ بوتال آوتان می باشه درست است. این ما بعد از تجربه کشف کردیم که بهترین چیزی نمیست. حال در دفعه که میریم بر گروپ خود از این تیار میکنیم. دیگه این نیست تشویش چبلک گم شدن گم. بله. امروز این طواف کرده میدانید؟ بله. طواف کرده. بله 100%. اون قسمت میایم هیچ مشکل نیست. اجازه از چیز. دیگه چیز دیگه که ضرورت دارین یک دونه چتری میگیرین که تان چتری خورد در اونجا هم خریده میتونین. اگه از اینجا بگیرین نمیال خاطرتان جمع باشه. یگانه وقتی چتری ضرورت دارین وقتی ما در مینا و عرفات می باشیم و بین جمرات و بین خیمه ها یک سفر میکنیم ما شما. اونمو یک 15-20 دقیقه است. اونمو هفتهش یک ذره چیز اونمو آزاردهنده است. اونمو رو شما چاره کنین. دیگه ان شاء الله در این قسمت چیزای خردریزی دیگه است که باز ما براتون مرور میکنم. اما فعلا کوشش میکنم یک کمک زودتر پیش بریم. دکتر صاحب باز داخل در سوال جواب باز ما در اختیار کنم. پاسپورتتان خود طبعا مهم است. پاسپورتایتان کلش فعلا پیش گروپ است، پیش ماست. و ما کسایی که کل ما چون از لس آنجلس میریم پاسپورتایتان ما ان شاء الله پیش از سفر برای شما تسلیم میکنم. گرین کارتتان اگر روان کردین گرین کارتتان تسلیم میکنم. کاپی پاسپورتتان یک کاپی ما گرفتیم. اگه شما ندارین دوستیتان پیش ما است. از کلتان یک کاپی گرفتیم. خدا ناخواسته گم میشه یا چیزی میشه از این طریق شما میتونین دوباره پاسپورت حاصل کنید. پاسپورتتان گرین کارتتان بسیار مهم است. برای که بعضی کسای گرین کارت خود توان کسایی که از اکثرش پاسپورتای یک شما گرین کارتتان بیاد رفته روان کردین نه؟ درست. صحیح است؟ و شما فقط 3 نفر داریم گرین کارت مشکل دارن. مشکل نیست یعنی گرین کارت دارن. دیگرها کل سیتیزن هستن. شما درایور لایسنس تان هم ضرورت دارین. چون در میدان اینجا و حساب اگرش پاسپورتتان آیدی است اما او رو کار داره. و در ضمن تیکت انفورمیشنتان اگه سوال میکنین در کجاست او را ما براتون روان کردیم. اگر بازم روان میکنم پیش خودمون میباشه. باز دو میریم در کانتر ما شما گروپی چکن میکنیم. کل ما باعث گروپ در یک لاین استاد میشیم میریم کوشش میکنیم ما رو در یک منطقه نگاه کنن برای که در بین تیارام سوال جواب باشه مشکل باشه که به دیگه خود برسیم نزدیک باشیم. درست است؟ ان شاء الله تیکتتان مشکل نیست رو من معلوماتش دارم. دیگه شما پیشی که میرین از این مجلس برای ما انفورمیشن یا معلومات دیگه غیر کسایی که ما دارم برای ما باید بتین از پدر خانم پسر دختر که اگه ما در اونجا باز برشان ایمیل میکنیم از طریق گروپ برشان اطمینان میدیم که چی گپ است. شما تکس کنید؟ Did you text this? No, the doctor send a text message for the address, so I sent him the address there. Okay. Got it? فاینال چکتان که هسته؟ فاینال چک لیست دارین که چی چیزا رو ببرین چیزا نبرین. خانه را به حساب از خانه حداقل ما شما چون در اونجا می باشیم مشکل حل است دیگه. از هتل ما شما 5-6 ساعت وقت میبریم. کسایی که از اینجا میره کسایی که قدما پرواز نمیکنن باید شما دیگه وقت کافی براتون داشته باشین بر پرواز لوکالتان. و چی خود امی وزن بکستان باید بفهمین که چقدر است. در والمارت یا ترازو است که میمون آدم ترازو براتون میگه اگه یک دانه بگیرین نقص نداره. به حساب براتون در اونجا آسان میشه. اوور بگیج نمیشین پیسه اضافه نمیتین. ما می داشته باشیم خب منتها آسان است. $3 میده یک دانه بگیرین چه نقص داره. و از خانه چی کنین. و طبعا پیس میکر گفتم کسایی که تکلیف قلبی داره باید سرتیفیکیتش همراهتون باشه. خواهینال آمدیم پس سر خود فلایت داخل طیاره شدیم از هتل خارج شدیم. احرام خانم‌ها و حساب در جانشان است. لباس احرام غسل کردن نیت نمیکنین شما فهمیدین. منتها وقتی که احرام میکنین وقتی که غسل میکنین 2 رکعت شکرانه احرام میخوانین. او را میخوانین نفل است. فقط نیت میکنین قل یا الکافرون و قل الله احد خلاص او را چی میکنین. باز نیت چیره شما وقتی که نزدیک میقات میشین گروپکی کل ما شما نیت میکنیم و نیتش در کتابایتان هم موجود است. باز ما شما کمک هم میکنیم و نیت ضرور نیست که حتما به عربی باشه.
نیت با انگلیسی کمی میگن خداوند ما عزم کردم که عمره را هدا کنم بر ما آسان بساز و از طرف ما قبول بساز. این معنای عربیشه، شما میتونین دوام بگید. بس بسیاری کسایی بسیار مشکل میده چرا تو نمیگی؟ نه، او خداوند وقت میفهمه تو بر چی میری چی میکنی. درست است؟ ان شاء الله در تیاره که بسیار مهم است که میرین بسیار هیجانی نباشین به سفر حجتان در هر جایی که هستین. ان شاء الله تعالی مواد ضروری که تان می داشته باشین وارد داشته باشین. مثلا حج گایدتان کتاب که تان باشه، کتاب دعایتان باشه، دعایتان که میخوانین. و در مسئله دعا براتون بگویم که زیاد سر دعا فشار نبرین که حتما نمو رقم توتا رو یاد بگیرین. اگه یاد بگیرین الحمدلله زبانتان بگرد عربی بهترین لسان است خداوند به ما تحفه داده. اما اگه مشکل دارین دماغتان نمیگیره با حافظتان نمیشینه فقط معنایش و معنایش هم ضروری نیست که دمو لغت گفته شب بگین. بس زبان خود این پسان شما با در خود عجم تجربه میکنین. علما ما پیش دفعه دوم که میرفتم ما شیخ تمیم استاد کردم تو شیخ تمیم این قدوار دارم کلش بر ما بخوند CD. چی میکنی که ما راجی کرد من CD برش میتونم. ما را گفت آجی گفت I love you I do this for you. گفت اما فایده نداره. چرا؟ گفت یک چیزی دوجه کسی گوشم نمیکنه و یادم نمیگیره. پسان که چند سال بعد دیدم که پس درست بود. و زده شیخا پرسان کردیم و بهترین دعایی را که پیغمبر صلی الله علیه و سلام کرده امی علم ربنا هاتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اینمی دعا را تکرار کرده. دیگه دعایی که داره دعایی است که اکثرا به لسان خود مردم دعا میکنن. شما چیزی که از خدا میخواهید کدام شرط ای که گروه یک جای میشه کل یک جای صدای خدا بکشه این کلش نمایش است. در خود مسائل فقه حج چیزی وجود نداره. یگانه و طواف شما باید انجام بدین و حساب پیش از لبیک و مسائل تلبیه را میگیم سر صحبت میکنیم. از خود دعایتان مهم است یاد بگیرین. چرا نه؟ یک بار شما از خانه و جایتان دور میباشین بهترین وقت یاد گرفتن یک سوره اضافه است. بهترین وقت است که یک دعای اضافی یاد بگیرین. چرا نه؟ اما اگر نمیتونین لا یکلف الله نفسا الا وسعها. به اندازه تکلیفتان پیش خداوند شما مسئولیت دارید. بعضی کسا از تلفن‌ها ماشاءالله تلفن‌های اسمارت ولی کلگی داره دایی هم قرآن شریف است هم چیز. ضروری نیست که اینترنت داشته باشین دایی فایلایتان هست میتونین دایی چیزایی داشته باشین گوش کنین. سابق بار مردم از قرآن شریفای میخریدن که حتما گوش کنن. حالا این کار حل شده نه. شما میتونین یک چیز دانلود کنین. این رو براتون بگیرین. برای در طیاره شما تقریبا 16 ساعت پرواز ما شما داریم. بعد 16 ساعت پرواز خواهم هر چقدر گپ باشه هر چقدر خو باشه خلاص میشه. و کمک وقت بانیم که چی رقم برای عبادت خود. مسئله نمازایتان چی رقم نمازایتان بسیار مشکل در طیاره کسایی که سفر کرده میفهمن گپ کنه. از همین یک خطا میخواد دیگه نمیفهمین که چند بجه است. عدس دادم میرین. اما شما با مو حساب که بر آمدین تایمتون میگیرین نمازایتان از اون جایی که حرکت کردین با اون فاصله که همیشه میخوانین. کم و زیاد چه خدا میبخشه. لیک کدام چانس ندارین کازان داده شود که نمازی وقت ولی نمیفهمین در کجا هستین. در اونجا شاید وقت صبح باشه. مقصد میفهمین نه؟ تایم خودش تغییر میکنه. از خود شما هم نمازتان روتین بخونین اون رقمش. باز یکان جای میبینین کنه پیش از اینکه هفته وره میفهمین که صبح شده خوازیز نماز صبح است. اما شب چی رقم میفهمین یا روز چی رقم میفهمین که میفهمین چی میگم؟ از اون خاطر مو نمازایتان قسم از اینجا که شروع میکنید گوش کنید که ما 16 ساعت سفر میکنیم چند دانه نماز پیشی داریم. حضور یک جای ما شما کار میکنید داخل طیاره. این ما سر نوافل گپ زدم براتون. سری کسا میگه ما در اون طیاره استادتان نشم قیم و صلات گفتم چطور نماز بخون؟ نه. ما شما در حالت بسیار استثنایی هستیم. میشینید هم میزکتان و پیشیتان کش میکنید دستایتان میمونید و طریق اشاره سرتان رو تعظیم میکنید سجده میکنید. الله اکبر. نماز شما نماز مسافری است. و دقیقه شما از اینجا 52 مایل از خانه تان دور شدین شما مسافر محسوب میشین. بر 15 روز شما مسافر هستین. سفر حج که است ما شما کنجا میریم نمازهای ما شما اکثرا مسافری خوانده میشه و استثناء از این که باز در مکه و مدینه چون امام مقیم شما رو نماز میده شما نمازهایتان پوره میخوانید. اما کل ما شما به صورت گروپی چون کل ما مسافر هستیم نمازهای ما شما چی میباشه. از این خاطر نمازهایتان قصر است و نماز سنت بعضی کسا میخوانه بعضی نفل. اما خود نخواندن نماز نفل خودش سنت است. برای پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وقتی در سفر میرفت نفل نمیخوان سنت نمیخوان. برای اینکه خداوند گفته که قصر نماز ادا کنید باز بعد از سنتش. اما بعضی کسا شوق داره میخوانه فرق نمیکنه. یعنی اگه نخوانین شما مشکل در این قسمت براتون رخ نداره. مگه پای که میزنم با تجربه فقه حنفی میره تعیین کرده که اگه نخوانین مشکل نیست. اما میخوانین الحمدلله سرتان کدام چیز نیست.
در داخل تیاره بسیار مهم است چون سفر دور دراز است. شما باید بگردین، آب زیاد بخورین برای اینکه دیهایدریت نشین، وجودتان به آب ضرورت می داشته باشه. فشار تیاره شما رو بلند میبره، تمام تغییرات در داخل وجودتان می و آب زیاد نوش جان کنید، قدم بزنین و پایتان همیشه سرکل یا راوند کنید، قوی پایتان بمالین دیگه پایتان نکنده و حرکت کنید. تشناب اگه کارم ندارین برین، ببینید تشناب برین یک گلاس آب بگیرید. ان شاء بر اونجا شما بسیار ضرورت دارین که پایتان پوندیدگی نداشته باشه، شخ نباشه و با قرآن گوش میکنین و دیدین